یعنی امریکا میگه یک دوی انگلیسی متمته میگن معلش دو میگه یوغی غریب و غیندغا غریب و امریکا غریب خود به الله مسخرگی میکنی، به آیات الله مسخرگی میکنی، به رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، به شاعر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، عذر نکنید، قد کفرتم بعد ایمان، بعد از ایمانت کافر شدی. بخاطر چی کافر شدی؟ بخاطر که استکبار مشغله. جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت